محسیما امامزاده از دهه نوابادی شهر پنجکند می باشد و دانشجوی کورس سوم صنعت اختیاری فاکولته صنعتی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов است. محسیما از آغان خردی آرزوی هنرمند یعنی اکتریس شدن را در دل می پرورید و حالا او به آرزوی خود رسیده ایستاده است. از کودکی وقتی که تلویزیون تماشا میکردیم در خانه همه کسه، وقتی تماشا میکردم کینوها بود، کینوهای ترکی بود، هندی بود، تاجیکی بود، همش تماشا میکردم. من خودم جوی همونو با تصور میکردم، فکر میکردم یک روز من هم مثل همین ها بازی میکنم و امروز آرزویم رسیده ایستادم. با وجود ضدیت و مانعگی ها در خانواده ذره از مهر اختیاری در دل محسیما کم نگردید. این شوق و هوس او را دیده پدرش راضی داد. حالا محسیما در تئاتر نورسان به نام عادل جان نظرف کار کرده ایستاده است. اولین نقش آفریده محسیما در صحنه از خاطرش نمی رود. در اسپکتاکل سالی نوی نقش برفک را بازیده است. اولش میگفتن که دختر بچه به این کسب نمیشد، این کسب تو انتخاب نکن. اما وقتی که پدرم خواهش و شفقی من دیدن، گفتن که چیزی که خودت میخواهی آنمون انتخاب کن، تو شفقت نباشه دیگر چیز شده نمیتونی. خواننده میخواستن که من معلمه شوم، اما معلمگی به شفقم نیست. برای همین من اکتریسه که انتخاب کردم و پدرم دستگیری کردن. محسیما تهمین رجب را در کسب اختیاری ایدئالی خود میشمارد. امیدوار است که تمام نازکی‌های مهارت اختیاری را از خود کرده در جاده نقش‌آفری موفق میگردد. محسیما با وجودی به اختیاری شوق داشتن میگوید که شان و شرف و آبرو و اعتبارش را هرگز به خاطر مبلغ عوض نمی کند. همچون دختری تاجیک در فیلم های نقش می آفرد که به شان او خطی سیاه وارد نگردد. همه وقت دختری تاجیک بودن قبول میکنند، یعنی بالاتر از وی مثلا انی دیگر خیل و یا با فیلم ها مثلا هست که امریکایی و روسی این خیل با نمیروم، فقط تاجیکی به. چون محسیما در رشته اختیاری دختران خیلی کمند. عمر علیف پروفسور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov بوده سبب کم توجهی و جلب نگردیدن دختران را خوب میداند، زیرا وی سالیانی دراز در ساحه کینو و تئاتر فعالیت برده کمبودی و مشکلات ساحه را خوب آموخته است. سبب یک دو سبب از فهمش اویلوی، یعنی از منتالیتیت اویله وابسته. اونی که مثلا از این یا اون کسب، یعنی اعضایان اویله علل خصوص پدر، مادر، خواهر، برادر باید آگاه باشند. میفهمید؟ در فهمش امروزه عامه ای که مثلا یعنی که اونهایی که مثلا نزد ما برای قبول شدن هم جوان پسران هم جوان دختران میبینند، همین نمیدونم این یک عنعنه بر این شده مانده است، گویم خطا نمیکنم، یعنی کسبی اگر گویید که اکتوری یا اینکه تئاتر با کار میکنی دیگر خیلی نگاه میکنن و ارتیسمی میگویند. اساساً در فهمش اکثریت مردم تاجیک در ساحه تئاتر و کینو فعالیت بردن دختری تاجیک قابل قبول نیست. یعنی به اندیشه برخی از آدمان دختر اکتریس شود عائله در نقش دوم میایستد، یا خود دختری هنرپیشه باشد عائله سالم برپا کرده نمیتواند. اما تا کجا این تفکری جامعه اساسناک است؟ سبب اساسی باز یک بار تکرار میکنم این عائله هستن. ما به دانشجو دخترها بینیات بسیار فاکولته صنعت میخونن، کتاب شعبه کتاب داری میخونن، سرایندگی میخونن، نوازندگی میخونن، حتی رسامی رو میخونن. میفهمید؟ اکتوری هم هستن، لیکن انگشت شمار. کسب اختیاری مهارتی بلند، دانشی عمیق، ذوق و استعداد را طلب میکند. نه همه در این جاده موفق میگردد، اما ناوابسته از مشکلات هنرمندانی هستند که نامبرداری تئاتر و سینمای تاجیک گردیدند. آنها برای دانشجو دختران فاکولته صنعت نمونه عالی میباشند. نگفته نماند یکی از کارگردان‌های نامی جمهوری تاجیکستان در مرحله امروزه ختم کننده دانشکده صنعت، میفهمید؟ محبت ستاری بسیار فیلم های عالی جلوه میگیرد. یگان نفر وی رو مجبور نکرده است که همین صاحب را تو باید رژیسوری کینو شوی، برای اینکه وی خواهش دارد، وی ذوق دارد. من خرسند که در دوره هایی که مثلا من در دانشکده صنعت کار میکردم و فعالیت میبردم درس میگفتم، همون محبت ستاری شاگردی من بود، گویم خطا نمیکنم. میفهم؟ البته من امروز فخر میکنم. من یک دبوز این مثال دوم آوردم، اگر یک کمش رعنا رحمت الله باشه، دوم من محبت ستاری. این خیلی جدا بسیار
بی‌نهایت بسیار. میفهمید؟ یعنی باز تکرار میکنم که بی‌نهایت سخت زحمت کشیدن در کار و اساسش تربیه اویلوی، فهمش اویلوی، علال خصوص پدر و مادر. من امروزه با جوان دختران بسیار باوری کامل دارم برای فهمش آنها، برای کاربری آنها، برای خوانش آنها. من البته فخر میکنم، من شاگردهای بسیار دارم و با اکثریت آنها من فخرم میکنم. این راست است و امید هست که در آینده ساحه کینوی تاجیک علال خصوص با جوان دختران پره خواهد شد. چرا؟ دانشکده صنعتی به نام استاد میرزا ترسونزاده، فاکولته صنعتی دانشگاه دولتی خوجند شعبه اکتوری، ما حدالامکان کوشش میکنیم که یعنی کادرهای با لیاقت رو تیار کنیم و این کار شده هم ایستاده است. هنر اکتیاری برای آنهایی که صدقاً این نمود صنعت را دوست می‌دارند و شوق در کینو کار کردن را دارند، لذت و هیجان خود را دارد که این را تنها خودی هنرمند احساس می‌کند. اما برای موفق گردیدن در این جاده نه تنها مهارت، استعداد، دانش و خواهش، بلکه از همه مهم عقیده درست و دستگیری عائله و جامعه میباشد. گزارش سومن حمیدی و نعیم ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.